ما میخواستیم بریم بیرون. بعد من گفتم که الان که وقتشو دارم بیام یه آرایش خیلی ریز ملیح با هم دیگه انجام بدیم. بزن بریم. اول از همه اینو باید بگم من اصلا بلد نیستم آرایش کنم، یعنی هیچ علمی ندارم دربارش، هیچ تجربه‌ای هم ندارم. هرچی که حس میکنم بهم میاد و مثلا به صورتم میشینه در همون حد بلدم. یعنی فاوندیشن اینا مثلا بلد نیستم مثلا چی هست. اما قبل از همه ضد آفتاب اصلا فراموش نشه، ویتامین C و یک آبرسان و کرم دور چشم. از یک عدد کانسیلر، حالا این 132 این 131. برای زیر چشم از 131 استفاده میکنم، یکم روشنه. اینو ترکیه بودیم خریدیم. ببین انقدر خوبه انقدر خوبه که نگم به پوست من خب میاد. به این صورت من میگم مثلا حرفه‌ای نیستم، مگه اینجا رو نزدی اینجا رو نزدی، تا که پخش بشه. یکم رنگ گرفتم تقریبا میشه گفت. بریم سراغ چشمون. اصولا سعی میکنم مستقیم نگاه کنم که مثلا تا به تا و اینا نشه، ولی خب خیلی کم پیش بیاد. روش یه دونه مداد بنفش دارم میکشم، خیلی دوستش دارم. خوبه. خب بعد از اون آقا میریم سراغ پالت سایه‌مون. اصلا بدون سایه نمیشه، خدا وکیلی. قدیمیه ولی خب من دوستش دارم. و رنگ محبوب من صورتی. این ببین به خدا اگه یکی الان بیاد بگی چرا اینجوری میزنی چرا اونجوری میزنی، خیلی ناراحت میشه. بعدش میریم سراغ پودر مات. من اصلا نمیدونم این چه برندیه چی به چیه و اینا، ولی خب خوبه. ولی منی که مثلا آرایشگر حرفه‌ای نیستم خوبه. در نهایت 2 تا کار میکنم. ببخشید 3 تا. یکیش که خب رژگونه است. من یه چیزی که توی صورتم خیلی مشخصه، یعنی هر کاری نکنم اینو میکنم، زدن رژگونه است. اصلا من با رژگونه های صورتیم خیلی زیاد معروفیم. بعد انقدر میزنم انگار یکی چک زده تو گوشم. خیلی شد. و سایه سفید. اما یه چیز دیگه و در نهایت روژ. اینم جدیدن دارم انجام میدم، خوشم میاد. از این سایه گیلی اکریلیا هستن. یه ذره اینجای دماغم میزنم، یه ذره اینجا. با یک روژ اختتامی این آرایش بسیار حرفه‌ای رو بهتون نشون میدم. برند رولون شماره 463. اسمش درست گفتم؟ خانم ها آقایون، همین دیگه. قرارمون یه آرایش خیلی ملیح سوسکی بود. این چیه؟ از کجا نور میندازن خیلی خوب میشه. خدا که نور خیلی تاثیر داره خواهر. از زیر ولی واقعا نه. خب دیگه بس دیگه عزیزم. تا درودی دیگر، بدرود. ما بریم بیرون.